هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، آیا در اسلام زنی بیوه گرفتن اجازت است؟ عزیزان و برادران و خواهران عزیز، اصلا خداوند زن را برای تسکین جسم و روح روان مردها آفریده است و از روزی که خداوند ما حوا را آفرید، پس بابای آدم علیه السلام آرام گرفت در جنت. از این برمی آید که زن نعمت بی‌بهای الهی است. پس می آیم سر موضوعی که در بالا ذکر شده بود. یک صحابه نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده و گفت: ای پیغمبر، من یک بیوه زن رو، یعنی یک زنی که از شوهرش برآمده است، به نهایت دوست می دارم و می خواهم که او را به زنی گیرم. آیا تو به این چی توصیه می دهی؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به سوی این جوان گفت: ای جوان، تو بهترین جوان هستی که یک زنی به شوهر را به زنی می گیری و زندگی تلخ او را شیرین می گردانی. خوش به حالت. اما ای جوان، فراموش نکن که زنی که از شوهرش جدا شده باشد، وی علیکه هوا و هوس در دل ندارد، یعنی وی مثل دختر کلان به تو عشق ورزی کردن نمی تواند. اگر تو دختر کلان گیری، باز خوبتر می شود. دوستان عزیز، این معنای آن را ندارد که ما باید زنی از شوهر برآمده را نگیریم. نه، البته چنین نیست. بلکه در دیگر احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده است که بهترین جوان همان جوان است که یک زن بیوه را، یعنی زن به شوهر را به زنی گرفته او را از راه بد می گرداند و تربیتش می کند. به همه ما و شما معلوم است و با چشم سر می بینیم که امروزها چقدر عائله ویرانشوی ها زیاد شده ایستاده است و خواهران و اپه های ما و شما به شوهر ماندند. حتی اکثریت زنها از شوهر جدا شده، از دایره اخلاق و آداب بیرون برآمده، الکی به راه‌ها و کارهای فحشا دست زدند. پس خود بیاندیشید، اگر ما زنهای بیوه را به زنی گرفته آنها را به جهان خوشبختی داخل کنیم، آیا این کاری بهتر نیست؟ البته بهتر و کار ثوابی است. اما صد افسوس که بعضی نوجوان مردان ما زنهای بیوه را برای استفاده بردن به دام خود می افتانند و حتی بعضی زنهای از شوهر جدا شده با پول و مال دنیا هوس خورده دنبال هر پسری پولدار می شوند. خواهرم، هرگز این کار را نکن، زیرا سیاهی بخت خویش را پیدا می کنی. عزیزان من، اگر تو زنی از شوهر جدا شده را به نکاح خود درآری و زن خود کنی، پس فراموش نساز که ملائکه های درگاه خداوند و پرنده های آسمان و ماهی هایی که در زهر بر هستند برای تو دعای خیر میکنند، زیرا آنها میدانند که جوانمردی خود را به درگاه الهی نشان دادی. پس خود تصور کنید که اگر یگان خواهر ما و یا اپه ما از شوهرش جدا شده باشد، پس چقدر برایش زندگی به معنی است. حتی همیشه اشک میریزد که بخت و زندگی شیرینش را از دست داده است. خوش به حال آن جوانی که زنهای بیوه را در نکاح خود می درآورد. هر وقت که تو زنی از شوهر جدا شده را به زنی میگیری، پس فراموش نکن که تو را دیگران شاید طعنه میزنند، ولی تو را افتاده مشو، زیرا رحمت و مهربانی پروردگار بالای تو میریزد. بیایید نظر به حیات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میکنیم که وی چندین زنهای بیوه را به نکاح خود درآورده بود. حتی آن زنهای گرفته‌اش از خودش هم چندین سالها کلان بودند. پس معلوم می شود که زنی کلان گرفتن هم در اسلام گناه نیست. روز تا روز صف زنهای به شوهر زیاد می شوند. خواهر عزیزم، وقتی که رشته حیات تو با امر تقدیر کنده می شود، پس تو خودت را تنها تصور نکن و بعد از شوهر جدا شدنت هیچگاه به نفس شهوانی داده نشو و دست به کیف و صفا نزن، بلکه صبر کن، زیرا خوشبختی های زیاد در مسیر راه تو را انتظار است و انشاءالله که باز جوانان یافت می شوند که تو را به نکاح حلالی خود می درآورند و باز دوباره بخت بالای تو می خندد. باقی از خداوند دعا داریم که ستاره خوشبختی شما را در سمای زندگی درخشان گرداند. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.